мехостанд ки духтарои қишлоқо бисёр монанд бошанд. Мои ман калтатар буд ку. Яке я рӯз омадам мои наёфтам. Гуфтам мои бо фикрам пушт ба парт гуфтам пуштам наметавад. Яке дидам ки мои калта. چه قدر جنگ کردن اثرهای انصاری با من به نهایت معقول بود چون که حیاتی طبیعی یک زندگی گویا که زندگی خودت باشه آبای خودش به من عاشق شدی خودت عاشق شدی بودی بهانه کرده هر روز با انبار آتت بهانه کرده میومدی تو تهمت تهمت با خنده میکردی تو تهمت من حتی نمیدونم که انبار این گرد سوخته در کجا جلب هنرمندان چگونه بود سوچیده برای آن که امروز ها مثلا ما نیز همکاری میکنیم تو اندازه با اهل هنر با اهل ایجاد راستی تو اندازه دشواری هم میکشیم برای جلب کردن ایشان برای در رابطه پیوسته بودن با ایشان برای در همکاری پیوسته بودن با ایشان نیکینا جان صمیمانه می اومدن خلاصانه می اومدن اینجا همه خیلی بود که یه اون وقت و کمتر میخواستن خودشون در تلویزیون باز بینن یک شب که اینم بوده که کمبودی خودشون حس کنن که مثلا و ایجادکار است صحنه تئاتر دیگر کینو دیگر باز تلویزیون دیگر در تلویزیون می آمدن ثبت میکردن باز وقتی که نشون میدادن میگفتم یک بار میدیم که بعد ثبت کردن با میبینیم که یک بار که چل شد یا که جای یگارش گنده شد خودشون با ذوق میخندیدن با پول پروا نداشتن پروای پولم نداشتن که پولش میتی می نمیتی ولیکن همین باید بران یک بار که خودشون ببینن یک شوق بود یک ذوق بود می نمیدونم یک هوس بود اکتور یگون وقت یگون مانع نمیشد یگون مجبور نمیکرد و اکتور میفهمون بعد اکتور با همون فانتزی خودش چیز خودش با همون بوی میکرد این خوبتر است نگاه میکردند تا کدام اندازه یعنی که ما خراکتر آفریده میتوانیم و آزادی ما را به نظر میگیرید به ما مطلقا آزادی میداد در صحنه در وقتی به نوار گرفتن این و یا آن چیز و خودشون هم ایمپرویزاسیون یعنی که بداهتا ایجاد کردن بسیار دوست میدارند موفق میشدن و به ما امکانیتی کل میدادن میگفتن که چیزی که میخواهید فقط از متن مؤلف بیرون نبریم و آن وظیفه‌ای که رئیسیار میداد میگو که من با شما وظیفه میدهم ولی اجرای این چخیر این اجرا میکنید این کار شما اول ما یگان نامعقولی کرده یگان کار خوب و بد و چیزی میدونستگی ما نکرده پیشنهاد میکردیم و بعد اون کس میگفتن که نه من اینجاش این خیل میکنه من اینجاش این خیل میکنه من اشی میفرحم فخرم از اونی که اپای سوجیده این یکی از کارگردان‌هایی بود که در تلویزیون که همین نبض خلق ما را و خیلی پر احساس میکرد و احساس میکرد که در همون زمان در همون حالت کدام نمایش رو گیرن کدام موضوع در کدام موضوع اثر انتخاب کنن و با کدام اکتورها هیچ وقت جدا نمیکرد هر کسی رو که از هنرپیشه‌ها انتخاب میکردن برای همکاری خیلی حلیم و مهربان مناسبت میکردن و برای امروز که من به این کار خودم دست زدم با مرور زمان شما شاهد هستید من همراه بچه‌ها یعنی که نه به قدر مهنت کارگردانی با رسیده ایستاده یاد میکنم از زحمت بله مکتبی اپای ساجیده یک مکتبی بود که یعنی که مکتبی چاپلوسی کذابی نبود یک مکتبی که در اون صفا بیشتر دیده میشود میخواستند که همین نقش به همون آدم داده شود که از عهده همین نقش برآید و همین نقش به قلب و وجود همون هنرمند چی بید؟ هضم شود درد هجران البته زور است اما زوری آن بیشتر به گردن من افتاده ایستاده است من با آرزوهای زندگانی آینده زنده هستم اگر شما گریه رو بس نکنید من هم حاضر گریه میکنم بس کردم ای جانی عزیز آروم شوید دلی مرا پاره نکنید وسوده باش افتاب خانه
در موردش ما صحبت کردیم با اهل هنر با حضر گفتن که ما قریب همگی با سوجیده اپا همکاری کردیم لیکن پوشیده نبود برای ما که ارکه سوجیده اپا عبیدالله رجب بودن راست؟ خیر راست. بعضی اکتورهایی هستن که شما از نیم جمله میفهمند، از یک نگاه حتی میفهمند. بعضی اکتورهایی هستن که صدقه شوم اگر همین عرب بارین باید میگوید و میفهمونید و مغزی همون obrazش شده میتید و باوجدن اکرم میایستد نمیفهمد با یک وقت از پیش کامیرا و با لغمه میپرتد که من این خیلی باید باشم. اکنون عبیدالله اکتور بسیار خوب است، من بسیار دوست میدارم. عبیدالله، غالب اسلاموف، رجب گل قاسموف، شادی صالحوف، امان قادروف، خیلی همه آرتی قادروف، اینا همه بسیار اکتورهای دوست داشته من یگان نمایش هم نبود که من اینها رو جمع نزنم. چی سالی نوی چوبایی من همه قریب اکتورها خیلی من کار کردم. خیلی در مدت 30-40 سال خیلی میبخشید با میخوری با بردیم. یا باز بین همین ها اکتورهایی هستن که شما من همین قدر یک تا لغمه پرتایید و همون obraz شما با وسیع‌تر میکنن، با شاده میتید همونه. احترامشان نسبتی من بسیار بلند بود. من همون کسی بسیار دوست می داشتم، دوست می دارم، حاضرم دوست می دارم. شوخی می کنیم. در وقتی بالای یگام نمایش کار کردن بسیار آزادانه صحبت می کردیم. اون کس ذوقی دیدی بسیار بلند دارن، حجم بسیار خوب می فهمن. عبیدالله یک خاراکتری بسیار خوب داره. خیلی حاضر وقتی آخر من کم می بینم عبیدالله، قریبی که در تلویزیون نمی بینم. صد افسوس می خورم. اکتور خوب است، بسیار اکتور خوب است، استفاده باید برم از این خیلی آدم ها. و همین obraz از شما میگیره وقتی که سر استال میشینیم و میخونیم من میگویم که من همین اینجا من بسیار وقت دامله‌های بازی میکرد. بله. دامله‌های بازی میکرد. خیلی زیبا بازی میکرد. بسیار خوشم بازی میکرد. یادم هست در اسپکتاکلی و نیرangҳои Майсара بازی کرد. از زنی حمزه حکیم زاده از زنی حمزه حکیم زاده همون داملای کلان بازی میکرد. یک زن با یک 6-7 کس عاشق میشن. مایسره گلسره ایوای بازی میکرد، رجب گل قاسموف بازی میکرد. وقتی که داملا می آمد عشق ورزی کنی اگر اپراتورا من همین کامرا میجمید از خنده و اگر استاپ نکو زنده میبرامدیم که همه خیلی جمیده همه خیلی تا آخر میرفت. تمام اکتورها آوازا الکی میبرامد این فیلم آوازا رفته است. هیچ نمیدونستم که چه کره اینای پست کنم آوازش همین قدر به درجه بازی میکردن. همون نمایشنامه ما به درجه آوازدار شد، به درجه مخلص های زیاد پیدا کرد که با درجه مشهور شد که در یگان جا من رجب گل نمیگفتن، همه میسره بانو گفتن، نام میگرفتن. حاضرم همون مردمی که همون وقت میسره تماشا کردگی اپای میسره بانو میگن. شاهکاری های اپای ساجده که من هم در آن حصه دارم، یعنی که اشتراکچی بودم، در حالت ما اینا بجا آوردیم که خودشان مریض بودن، یعنی که راه گشته نمیتوانستند. با وجود همین قدر دشواری آدمای سالم این کارا کردن نمیتونن، لیکن ضعیف با زن این کارا کردن. که کدام دشتا برفته، کامیرای همون دشتا برده، تگای کوه برده و یانه های قیرها برآمده. همین احوال عبیدالله یا دیگر اکتورها میگفتن که ما برداشته میبردیم. از یک طرف که ضرور مییم که اگر عشق صنعت نباشد نگین جان، محبت تلویزیون نباشد، محبت صنعت نباشد، محبت آن اکتورها نباشد، محبت همکارهایش نباشد. وقتی که ایجادکار همراه کار میکردیم اثر حاجی صادق، اونجا بسیار چیزهای ما وارد کردیم که اومن در اثر نبود، نیست. یک جا هست که گاو من پیش میکند، همین قدر لحظه میکویم نمیابیم، ای خدا اینو کجا بریم، کجا رویم. بعد خیلی گفتن که در همین دهه عرقچین یک فرمه گاوها هست، همونجا میریم. خیلی فرمه نگاه کردیم، گاوهای ذاتی بسته شده که خیلی دیدن خودشان.
ما از دستشان هی گرفته اینجا میریم بعد گفتن که اگه ما غمی اون کسی میخوریم که کارشون دشوار نشود. بعد نگاه کردن که در پایان دره یک پاده است و پنج گاوها هستم. گفتن همونجا میریم. اکنون از او بلندی به پایان فرامدن اون کس خودشون پاهاشون مریض نمیتونن. خودشون گفتن که همونجا میرویم. ما هر چی که گپ میگریزانیم میگیم دیگه جا رویم نیده همون ابیکت همونجا معقول است همونجا آمدیم. بعد خلاصه ساختیم ما همون لحظه ساختیم. اینها گاوا من در پیش گاو ایستادم اینها گاو از اون طرف ها گفتم مثلا تو راندن گاو از ترس جانش میگریخت. من پیش گاو بودم که گویا که گاو منو پیش میکنه خیلی در نوار همین خیال آمد که گاو گویا منو پیش میکرده باشد. سوجده با یک نمایشنامه دیگر داره حکم مادر و گمان میکنم که نیاز امروزیان هست رو آوردن به همین موضوع هضم کردن همین موضوع مثلا سر همین موضوع اندیشه راندن و او زمانی که روی صحنه اومد گمان میکنم همین درد تو اندازه نبود چگونه اندیشه آوردن همین نمایشنامه به سر شما اومد چی نیاز بود در همان جامعه این از اثری داماد انصاری حکم مادر من از داماد انصاری 3 اثرشون روی صحنه آوردم حیات و عشق حکم مادر توی برپا نشد معلم یک چیزی بسیار نازکی خصوصی دارند که به اثرهای تاجیکی دست میزدن همان سالها این سالهای 40 و 50 و 60 همان سالها لیکن مردم بسیار ناز استقبال می‌کردند. زمین و آسمان من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر زمین و آسمانی من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر سرجان در عمل آخر نشان ده که مادر را تو حرمت می نمایی دلی مادر که می گویی زی صحنه عمل کن تا نماند آن هوایی 15 سال همکاری کردم یگان مراتبه سخن درشتی همین زن من نشنیدم این قدر زنی حلیمی مهربانی این قدر زنی با تمکینی با عقلی با فراستی که همه کارشون با معنی و همه امون کارشون با موافق است. آخرونی که اثری که با اپای ساجیده ما همکاری کردیم این اثری باباجان اکراموف بود با نام آرمان مادر که اینم یک 18 سال قبل به نوار گرفتیم تا حال هم اینم بسیار نمایش میتن از طرف تلویزیون. آرمان مادر اون وقت یعنی که تا به این درجه طلبات نداشت و امروز وقتی که هر وقت نمایش میتن تماشابینا کوچه به من بسیار آدم وا خورده این قدر نمایشنامه خوب است این قدر نمایشنامه تاثیر بخش است این یعنی که درد امروز است که فرزند والدین خودش قبول کردن نگاه و بین کردن به قدرش رسیدن نمیخواهد. ای تو لطه آبشوشتا تو به این زنک من دیوانه میکنه دیگه یک بار دیگه تکرار کنی یک بار دیگه تکرار کنی کسیم دو زندانه زده میشکنم گلین جان مهنی بخورم نشوید مانه چه روز نمیتد بس کن آخر چه میکنید وقتی که با کار شروع کردیم ما گفتم اپای ساجیده
این نقش من نیست، چون که این نقش دیگر خیلی تر من فهمیدم. و گفت نه چرا؟ من شخصا خودم می‌بینم. من گفتم آخر چی خیلی اینجا بینید، من شخصا در زندگی او خیلی رفتار کردن نمیتونستم، چون که با دل من نزدیک نیست. همچون هنرمند همون موضوع مادر رو با همون جوهای لحظه‌ای که از همه من بسیار احساسناک بگی و بعد اون کسی گفتن نه این آدم گفتن این آدم در زندگی منفی و مثبت نیست، این پهلو با پهلو هست. هر یک آدم است که برای مثال هم خصلت‌های منفی دارد هم خصلت‌های مثبت دارد. ما از همین رو از همین جهت منم رول احمد من راضی شدم من بازی کردن. همینجا با ما خیلی بحث کرده بودیم. بچه ما بمیدیم فراموش نکنی پسرک پسر جونک استا صبر کن استا پسرک استا امر خدا گرفتم نمانه پسرک. صنعت کینو و تلویزیون این بسیار فداکاری رو طلب میکند از رژیسور، از ایجادکار، از اپراتور. من همه یکی از آدم‌هایی که بسیار از ته دل کار میکردن و خود را فدا کرده بودن این سوجیدا غولامова بود و مانند سوجیدا غولامова باز رژیسورهای بسیار بودن، لیکن سوجیدا غولامова بیشتر مثلا سعادت جورایوا بودن و دیگر بودن. آنها کار میکردن، ایجاد میکردن، بازی میکردن، لیکن با طوری که سوجیدا غولامова چند تا اثرهای بزرگ آفریده هستند که تا حاضر وی را تماشاچی میبیند، این خیلی اثرها آفریده کم است.